یکشمون برداشتیم اومده لیلی مادره دیگه، گفت ای از همه ضعیفتره، این غذا نمخوره، شیر نمخوره، این مریضه. این ما برداشتیم، حالا بقیه باز با هم باشن. ماده هم هست. ماده هم هست. نگن یه گده چرا نرا رو میبری ماده؟ نرا ماده نداره. سگ ایرانی نفس الان مبرمش دکتر بینم چیه تو معدهش، چیزی که دبه شیر خوره، استخونی چیزی خورده نخورده، یک چه کار بش کنه، مثلا چشاش اون خوابه، ایگونم نگاه مادر مخه ملزه. هیچ کی جای مادر نمیتونه بگیره، هیچ خدا یک جوری مهر تو اینا آفریده، تو مادر تو بچه که نه بابا نگرانه مادر نداره دیگه. ما چیکار کنیم؟ تو بیابون بندازمش؟ حالا نگهبان اینجا گفت ما بقیه یک جوری جمع و جور میکنم. این مریضه، این نگاه این درد داره.